الو نازی کجای پس؟ من اینجا خیلی میترسم، تو رو خدا جواب بده. عزیزم بپر بالا، بیا پشتم سوار شو جون، دل من ساحله و اقیانوس. وای نازی اوخ. سلام عزیزم، خوبی؟ داشتم موهامو سشوار میکشیدم تا تو لوکیشن رو بفرستی منم حاضر شدم اومدم. باشه بابا حواسم هست. الو یه ماشین میخواستم روبروی مصلی 15 غربی. لباس چی بپوشم؟ انگار چی دارم. وای لباسای منو برداشته. آی به روش لبامم رحم نکرد. رنگشو دوست ندارم. فقط خواهرم میتونه شب به این قشنگی رو خراب کنه. این چرا انقدر دیر کرد؟ ماشین رسید و انقدر دعا میکردم راننده زیاد حرف نزنه که اعصاب نداره. اون موقع ها که هوش ها طبیعی بود این بود وضع حالمون. وای به حال الان که مصنوعی شده. چقدر من به بچه‌هام گفتم واکسن کرونا نزنید. بفرما دختر وسطی هم عشق ابدی میبینه، پسر کوچیکم هم گلزار گوش میده. برو در پناه اسرائیل. تقریبا رسیده بودم کنار کافه‌ای که قرار گذاشته بودیم همون ببینیم که نازی بهم پیام داد. باشه عشقم بوس بای. اینجوری تو خیابونا دنبال آدرس میگشتم و هرچی نقشه رو نگاه میکردم بیشتر عجیب میشد. آخه اینجا دیگه هیچ خونه‌ای وجود نداشته، انگار ته دنیا بود. متوجه سایه عظیمی پشت سرم شدم و یه لحظه برگشتم. یعنی خودشه؟ ای بمیری نازی، خونه از این ترسناکتر نبود. دختر این خونه بوی مرگ میده. با ترس و لرز رفتم جلوتر. وقتی دیدم دروازه خیالم راحت شد، گفتم حتما نازی زودتر از من رسیده. آهای کسی اینجا نیست؟ داخل خونه از بیرون سرتر. یه خونه کلاسیک قدیمی و چوبی با تارهای عنکبوت دقیقاً مثل تو فیلم‌ها. تابلوهای بزرگ و شاخهای گوز تقریباً همه جا بودن و نمیدونستم هدف نازی از گرفتن این خونه چی بود. و داشتم به این فکر میکردم که الان خودش کدوم گوریه. نزدیک به 200 بار بهش زنگ زدم و هیچ کدوم جواب نداد. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. الو نازی کجای پس؟ من اینجا خیلی میترسم، تو رو خدا جواب بده. به آرومی یه گوشه دراز کشیدم و منتظر زنگ نازی بودم. عجیب بود، به شدت خوابم میومد و من که اگر 10 شبم نمیخوابیدم جای غریب خوابم نمیبرد، اینجا با هر نفس پلکام سنگین تر میشد. تا به خودم بیام مدت زیادی گذشته بود و پا شدم تا توی یکی از اتاقا استراحت کنم. داشتم میرفتم اتاق که سر راهم یه جعبه پیتزا دیدم. اولش کمی خوشحال شدم ولی بعدش حالم از هر چی پیتزا بود به هم خورد. اون لحظه فقط به یه چیز فکر میکردم، اونم خواب بود و به شدت احساس سنگینی میکردم. من که نمیدونستم چه بلایی داره سرم میاد. برای آخرین بارم که شده بود گوشیمو چک کردم. وای فقط 10% شارژ دارم. این خدا من چی کار کنم؟ سرمو گذاشتم رو متکا و اتاق به قدری ساکت بود که صدای ضربان قلبم میشنیدم. انگار که کل محیط رو فقط برای خوابیدن من تدارک دیده بودن. ولی چرا؟ چه اتفاقی داشت میافتاد؟ چرا خوابیدن توی این لحظه برای من اینقدر لذت بخش بود و بهم آرامش میداد؟ خوابم عمیق نشده بود که سنگین شدن اتاق رو حس میکردم که ناگهان دردی تو کل بدنم پیچید که قفسه سینم سنگین شد. با زور از جام بلند شدم، اینا غرق آب کف حموم افتادم. از همه جا داشت آب میزد بیرون. از وحشت داشتم سکته میکردم. من رو تخت خوابیده بودم. اینجا چی کار میکنم من اصلا؟ دختر ترسویی نیستم ولی کم کم داشت گریم میگیرم. رفتم کنار شومینه تا خوششم و هر چه سریعتر از این خراب شده بزنم بیرون. اما نمیتونستم از یه چرت کوچولو کنار این شومینه گرم بگذرم. نمیدونم چه نیرویی داشت منو هدایت میکرد ولی من میخواستم اون لذت رو دوباره تجربه کنم، حتی اگه به قیمت جونم تموم میشد. هرچی پلکام سنگین تر میشد من بیشتر غرق لذت میشدم. کل بدنم حرارت داشت و همه تنم داشت تو آتیش میسوخت که یهو با این صدای لعنتی از جام پریدم. یه نیرویی داشت منو هدایت میکرد، انگار که تسخیر شده بودم. خدایا کاش زودتر نازی برسه.
به سختیم از جام بلند شدم و درد شدید تو رون پام احساس کردم. ناگهان دود سیاهی از پشتم بهم نزدیک شد، چنان بهم چسبید که نفسم به یک بار بند اومد و منو محکم نشون رو پاهاش. اون دیگه دود نبود و من حس میکردم خودش بود، همونی که تو خواب اون کارو با هم میکرد. نمیتونستم داد بزنم نه فرار کنم،